سلام دوستان، خوش اومدین به قسمت 2 از مافیا به سبک یوتیوبرها. این قسمت سناریوی بازپرسه و بهترین بازیکن بازی قرار $200 بچه رایج آمریکا بگیره. رسیدیم به بخش پخش نقش. تو این موقعیت باید نقشه رو بدیم به بازیکن‌ها و بازی رو شروع کنیم. پس همه بازیکن‌های داخل بازی زیر ماست. قرار نقشاتون رو بهتون بدم دوستان. کارآگاه هر شب استعلام یک بازیکن رو میگیره. اگر لایک باشه یقینا مافیاست و در صورت دیسلایک میتونه گادفادر یا شهروند باشه. آقای شهریار. دکتر هر شب باید یک شهروند رو از شات تیم مافیا نجات بده. در طول بازی 2 بار بیشتر نمیتونه خودش رو نجات بده. مرسی. خواب خانم شبنم، نقش شما. هانتر یا شکارچی شهروندی است که در شب برای یک بازیکن تله میگذارد. اگر هانتر در شب کشته شود یا در روز رای دست شود و بازیکنی که برایش تله گذاشته است مافیا باشد، اون شخص رو با خودش از بازی بیرون میبره. ولی اگر شهروند باشه خودش به تنهایی از بازی خارج میشه. خیلی ممنون. نفی ملقب به چنگیز. بازپرس یکی از مهمترین نقش‌های شهروندی است که با قدرت خود 2 بازیکن رو به دفاعیه مستقیم میاره و یکی از اون 2 بازیکن رو با رأی‌گیری اجباری از بازی خارج میکنه. اگه نمیدونین چنگیز چیه، پارت 1 رو ندیدین. با شما بریم پارت 1 رو ببینیم. گادفادر یا رئیس تیم مافیا که باید شهروندا رو در شب بکشه و بازی رو برای تیم خودش راحت‌تر کنه. نقش شما. شیاد در تیم مافیا نقش مهمی رو ایفا میکنه. اگر شیاد کارگاه رو پیدا کنه و اون رو به اصطلاح شیادی کنه، استعلام کارگاه به هم میخوره و استعلام همه بازیکن‌ها برای کارگاه منفی خواهد بود. شهروند ساده در طی روز و شب هیچ قدرتی نداره، ولی با ذهن خودش باید به شهروندا کمک کنه. رویینتن یکی از قدرتمندترین شهروندان بازیه، چون اعضای تیم مافیا توانایی کشتن اون رو در شب نداره، ولی او در روز با رای دست از بازی خارج میشه. الان نقشه رو پخش کردیم و قراره روز معارفه رو داشته باشیم. 3 2 1 روز دوستان. سر صحبت آقای دانیال به سمت خانم ساراست. خودتون رو معرفی میکنین دوستان و شک‌های ذهنیتون رو اعلام میکنید. بفرمایید آقای دانیال. سلام دوستان، دانیال بازی هستم. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. بار اول میخوایم با هم بازی کنیم. مدل بازی مینه اگه نمیدونید، 2 تا مافیا و همینجوری ذهنی میزنم که بازی بچرخه. من اصلا نفر اولم صحبتی ندارم. ممنونم یه آقای دونه دانیال. به آقای شهریار میزنم تارگتمو و یه دونه هم به خانم سارا. سلام دوستان، من سارام. خیلی خوشحالم دارم با همتون بازی میکنم. برعکس بازی‌های قبلی که کردم این بار میخوام به 2 نفر تارگت بزنم. تارگت اولم به شهریاره و به نسی. ممنونم. سلام دوستان، یاسین بازی هستم. صحبتی ندارم، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. بچرخه. سلام دوستان، سعیده هستم. نظر خاصی ندارم. اون چرا داره آب میریزی بیرون ازش؟ مشکل چیزه تعزیراتیه، ولش کن. داره میریزه. مشکل تعزیراتی داشتیم دوستان، عذرخواهی میکنم. تارگت دلی به کسی نمیزنم چون واقعا اصلا نظر خاصی ندارم، کسی صحبتی نکرده و اینکه بریم ببینیم چی میشه. تشکر دارم. چنگیز. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. فعلا دور اول هیچ تارگتی نمیزنم رو کسی، بچرخه ببینیم چه اتفاقی میفته. سلام دوستان، شبنم بازی هستم. خیلی خوشحالم دوباره دارم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم که این قسمت هم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. هیچ تارگتی نمیزنم. دور معارفه است، بازی بچرخه ببینیم چه اتفاقی میفته.
سلام دوستان، ما که شهریار امروز آمدم براتون با لهجه مشهدی صحبت کنم، یکم چخچخی بازی کنیم، حال کنم. یعنی چی تارگت نمیزنم آقا؟ از اینجا تا اینجا هیچ تارگت نمیزنه. الان چی بگم بهتون؟ کیر مافیا در بیارم براتون. چی شده؟ ولش کن آقا، شلیه. ادامه صحبت. سلام دوستان، فرینوش هستم. اولین سری دارم با همتون بازی میکنم، خیلی آشناییت ندارم با بازیتون، ولی تا اینجا بیشترین تارگتی که بود به شهریار بود. دوست دارم که از خودش بیشتر صحبت کنه. دوستان فاز شب هستش، همه خواب، همه زیر ماسک. الان میخوایم اعضای تیم مافیا رو به هم دیگه معرفی کنیم. اعضای تیم مافیا با هر نقشی بیدار شن، شیاد و گادفادر. گادفادر لایک برای بیننده هامون. شیاد لایک. ممنونم. اعضای تیم مافیا خواب. لایک شهروندی میگیرم. دکتر لایک. خیلی ممنون. باسپورس لایک. مرسی باسپورس. خواب. روی این تن لایک. مرسی. شهروند ساده تو قرار بازی در بیاری یا مرسی. همگی خواب. آماده میشیم برای فاز روز. 3 2 1 روز. دوستان رسیدیم به فاز صحبت. سر صحبت آقای دانیال با تعارف چالش. بچه یه روز گذشت و الان از تیم مافیا قاعدتا هم میشناسن. از اینجا به بعد داستان جالب میشه. صحبت ها پشتم در اومدن ها یا در نیومدن ها و پشتم خالی کردن. یکم به شبنم خانوم شک دارم. یکم صحبت کن شما. 5 ثانیه یکم شما صحبت کن. شهریار تو هم بازیت با هم میشه. صحبت کن ببینیم در چه سایدی هستیم با هم دیگه. نه بعد من صحبت کنم. دوستان من اول بازی سر معارفه به شهریار و نسی تارگت زدم، ولی الان بعد این یک شبی که گذشت و بچه‌ها همدیگه رو شناختن و یکم صحبت کردن، دانیال که بلند شد یه استرسی، یه طرز صحبت کردنش حسی بهم گفت که امکان داره که مافیا باشه و تارگت میزنم به دانیال. ممنونم. چالنجشون از اونجایی که روز معارفه من نیازمند مترجم بود، بنابراین بیخیالش میشیم. میریم برای ادامه. بچه‌ها نیازمند تارگت و دیتاییم. از این ور تا این طرف 3 نفر 4 نفر به من تارگت زدین، حالا دلی یا به هر صورتی قرار نیست براتون مافیا در بیار. مرسی. بخواب. دوستان من صحبتی ندارم، ولی از اونجایی که همه تارگتشون رو شهریاره، به نظر من چیز خیلی فوله. شهریار میاد میگه که میخواین سارا رو بندازین بیرون، لایک نشون میده، تو هم تاییدش میکنی. الان من دارم پشت این خانوم در میام. من شوی بازی هم یا تو دانیال، گاد بازی و مافیا. دانیال رو بندازین بیرون، دوم شهریار. بازی همینجا تمام کن. مرسی. بشین دیگه. دلیل اینکه من بهش گفتم میخوام باید بازیم بشه اینه که شهریار میخوام صحبت کنه ببینم چند. شما اصلا سمت من نه شهروند دارم، نزار یه کاری کنم با نقش شهروندی بدمت بیرون، استلامت در بیاد، نقشت هم نمیخوام بگم. این شما امروز میری بیرون، نه منو شهریار. شما شوی عزیزم، شو ملق توی بازی داری اینجا غلط میخوری. شهروندم اگر باشی که بعید میدونم داری خراب میکنی بازیو. یعنی من الان حاضرم مافیا ببره اینقدر تپانی. بچه‌ها نظر خاصی نمیتونم راجع به شماها بدم چون اصلا صحبتی نکردین، ولی برگرفته از صحبت سارا احساس میکنم که دانیال میتونم بهش تارگت بزنم، همین که خیلی فشاری شد، همین که صحبتاش مثل قبل نیست. چنگیز اسمت ماندگار شد دیگه، باختی. نمیدم متاسفم. خب ببین الان فعلا من تارگت خاصی ندارم، ولی با توجه به چیزای بچه‌ها این راست میگه، واقعا فشاری شدی. من موافقم، جدی دارم میگم. تو میشه گفت که جفتتون با هم تارگت دارم بهتون. ممنون. دوستان بیاین از این زاویه بهش نگاه کنیم. آقای دانیال با اینکه تارگتش به من بود، چون نفر اولی بود که داشتن صحبت میکردن، اون استرسی که میگین شاید به خاطر این بود که نفر اول داشت صحبت میکرد. ولی آقای دانیال من شما رو نه سفید میدونم نه سیاه، خاکستری هستی برای من. سارا هم همینطور، نمیدونم چرا ولی با یه اعتماد به نفسی بلند شد تارگت داره میزنه و دلی دارم میگم، دلی گفتم. آقای یاسین خیلی بد بازی میکنی، قبول کن که خیلی بد بازی میکنی. من متاسفانه با شما بازیم نمیشه، نمیدونم چرا. من میدونم چرا، چون کار تمام شد. مرسی. رأیگیری کنیم آقای یاسین بگیم. آیا شهریار ترن شماست. گرگ چوغک
اول اینکه اون آقا به بیرون کردن خانم سارا دیسلایک داد، نه لایک. این برای علت فشار شدهش و داشت فکت میورد. فشار نخورد. خب اینو میذاریم به کنار. وقتی داریم بهت میگیم شو، خود خانم سارا داره لایک میده. یعنی میگه میخوام بدمت بیرون. تو کاوری میگیری ما دوتا رو تارگت میکنی. اگر اونو شهروند داری باید بگی من آقای دانیالم دوتا شهروند بعدی تیم از بین بقیه بعد در می آوردی. آقای یاسین به این میگن شوی خار مادر. ممنون یه رجان. بفهم. چیزی بگم خار و شما خفیفش شروع کن. نه من میخوام اول شما صحبت. از اونجایی که صحبت دانیال و شهریار رو شنیدم، الان دانیال واسه من کلا شهروند شد، شهریار هم همینطور. ولی چطور تو الان واسه من سیاه شدی خودم نمیدونم. این دوری که تو زدی تو دیریفتا قفله. شهریار سفیده. یاسین خیلی بد از خودش دفاع میکنه و خیلی سریع نظرش برمیگرده و این واسه من خیلی مشکوکه. انگار که مافیایی و ترسید سریع نظرشو برگردون. دانیال بر من سفید نیست زیاد، ولی خیلی شما پشت هم دارین بازی میکنین، یعنی خیلی با اطمینان دارین همو کاور میکنین. نمیدونم چرا. دوست دارم در ادامه ببینم و متوجه بشن. ممنونم دوستان. میریم تو فاز شب. 3 2 1 همه زیر ماسک. ممنونم دوستان. قرار نقشا رو به نوبت بیدار کنیم. هانتر یا محقق بیدار شو. خودت رو به کی میبافی؟ ممنونم. محقق خواب. تیم مخوف مافیا بیدار شین. شات رو از گادفادر یا رئیس مافیا میگیرم دوستان. مرسی. اعضای تیم مافیا خواب. شیاد به تنهایی. شیاد به دنبال کاراگاه بگرد. کاراگاه کیه؟ مرسی. شیاد خواب. کاراگاه استعلام بگیر. مرسی. کارگاه خواب. دکتر نجات دهنده شهر. مرسی. دکتر خواب. 3 2 1 بیدار شین. در شب گذشته خداحافظی کردیم با بچه‌ها اگه این ویدیو بالای 1000 تا لایک بگیره از بین کامنت ها 50 نفر انتخاب میکنیم و بهشون کارت 30% دهکده دکتر خاکی میدیم که میتونن تمام وسایل شهربازی رو استفاده کنن. پس حتما بعد دیدن این ویدیو حتما ویدیو لایک کنید. آیدی اینستاگرامتون هم برای ما بذارید. هیچ کس رو کشتم باورت میشه. سر صحبت خانم فرینوش با تعارف چالش. خب راستش خیلی شب جالبی بود که هیچ اتفاقی نیفتاد. من الان نمیتونم به کسی تارگت بزنم. به یه نفر شک داشتم. دوست دارم که به چرخ صحبت همه رو بشنوم و چالش رو به دنی میدم. نگاه می‌کنیم. من یه برایندی از بازی بهتون بگم که شب کشته نداشت. 2 تا حالت داره. دکتر سیف داده یا خورده به روی این تقریبا. ممنونم. ترن شما تمام شد. مرسی. بشین. این آیه یاسین رو امروز با تایتل شو خار مادر میدیم بیرون. لایکا بالا. خانم شبنم بفرمایید. چالش کسی نمیخواد بچه‌ها. یاسین رو بدیم بیرون. واقعا با رأیگیری یاسین رو بدیم بیرون. اصلا بلند شی بگی تو مافیا تو بیرونی. بچه‌ها من شهر شما هستم. اگه واقعا شهرین یاسین رو با رأیگیری بدیم بیرون. من به سارا مشکوکم. نمیدونم چرا. سعید صحبت نمیکنه، نسی صحبت نمیکنه، فرینوشم خاکستری هستی. کل دکو تارگت زدی. بشین دیگه بسه. همتون رو گفتم دیگه. یه تارگت هم به من میزدی. راحت باش. من کاملا با سبک حالا این چند باری که بازی کردم کاملا با سبک بازی کردن شبنم خیلی آشنام و اینکه این میاد که داد میزنه میگه که من شهروندم واقعا شهرونده و من سفید میبینمش. همچنان حسم روی نسی و شهریار هست. شهریار 50-50 ولی روی نسی همچنان دارم تارگت میزنم. نسبت به این دوتا هم فعلا هیچ حسی ندارم تا بازی پیش بره. آقا این طرف فرینوش اصلا صحبت نمی‌کنی، خیلی ساکتی، خیلی مشکوکی. یه مقدارم این طرف شبنم مشکوکی یه کوچولو. حالا بچرخ صحبت کن ببینم چی میگی ناز. ممنونم. بچه واقعا نظر راجع به بچهای اینور ندارم، ولی همچنان با اینکه همه برگشتن گفتن که فلانی فلانه، ولی احساس میکنم
تارگت هم میتونه روی دانیال باشه و سارا شاید. ولی یه چیزی راجع به آقای یاسین که همه بهش تارگت میزنیم، کلا هر چیزی باشه همینجوری فشاری بازی میکنه. صحبتی دیگه نداره. آقا قضیه رو جمع کنیم، به چالش نمی با رأی دست. اگه منو بفرستیم بیرون، اول به من تارگت زدید، خب بریم تو رأی گیری، یا من میرم بیرون یا دانیال دیگه. من بهت میگم دانیال 100 مافیاه. خب دوستان، منم کاملا با حرف یاسین موافقم، بریم برای رای گیری. من با حرفت موافقم. یاسین کلا اوکی هم باش که از دک بره بیرون فعلا دست اول تا بازی بچرخه. خب اصلا موردی نداره. شما میتونید با من سایت بگیرید، میتونید استعلام وضعیت بگیرید. بازی وقتی گره میخوره، اون نفری که باعث شده گره بیفته وسط بازی باید بره بیرون. اگه فکر میکنید من گفتم ژاپن سفته، ممکنه رو این تن نباشم، گادفادر بازی باشم، اصلا ایراد نداره. منو بدید بیرون، سایت ببندید، سایت بگیرید، استعلام وضعیت بگیرید. اصلا برام مهم نیست. میخونه شهروند، ضرر برای شما دوستان عزیز. ممنونم دوستان. میریم داخل فاز رأی گیری. از خانم فرینوش شروع میشه به سمت آقای شهریار. 4 رأی باعث دفاعیه بازی کن. رأی گیری برای خانم فرینوش 1 2 یا علی برای کافه. نه 4 تا رأی. رأی گیری برای آقای شهریار 2 رأی. رأی گیری برای خانم شبنم 3 رأی. داخل دادگاه نمیاد. رأی گیری برای چنگیز اصلا اباحت خانم ادیتور محبوبمون سعیده 2 رأی چیز الکی پلکی. آی یاسین اصلا موزون میری 1 2 رأی شما هم داخل دادگاه هستی. رأی گیری برای خانم سارا. رأی گیری برای آقای دانیال 3 رأی وارد دادگاه نمیشه. خانم فرینوش و آقای یاسین داخل دادگاه هستن. دوستان کسایی که به من رأی دادن میشه یه بار دیگه من ببینم؟ 4 تا رأی بود، یه بار دیگه میخوام ببینمشون. خب این 2 نفر برای من سفیدم. من به یاسین خیلی مشکوکم چون کلا به همه رأی داد و یه استرسی تو وجودش هست. من نظرم اینه که رأی جمع کنیم، اول یاسین بره بیرون، اگه مافیا نبود منو بندازیم بیرون. دفاعیه آقای یاسین هستش. منو بندازین بیرون ایراد نداره، ولی من میگم شهر بازی هم ضرر میکنه. اگه دوست دارید امشب تو بازی بمونم، استعلام شب بگیرید. اگه من شهروند باشم با تو بلنشم چی؟ ممنونم دوستان. 4 رأی باعث خروج بازیکن میشه از خانم فرنوش به سمت آقای یاسین. رأی 2 رأی خروج برای خانم فرنوش 1 رأی 2 رأی. رأی 2 رأی خروج برای آقای یاسین 1 2 3 4 5. تو هم بودی چنگیز؟ آقای یاسین وصیت شما. وصیتم اینه شهریار نگاه کن. آقا من اگه شیاد بازی بودم تو گاد بازی بودی، چرا منو انداختی بیرون؟ بینامو نشان. این لاین دیسلاین چی هست تو داری الان میگی؟ اسکل بازی هستی. اینو بندازین بیرون بابا. برو تو ساید بازی فشار. گاد بازی همینه. این جغجغه رو بده من ببرم. من این بچه رو برم تحویل مامانش بدم. ممنونم دوستان. همگی زیر ماسک. به فاز شب نزدیک میشیم. محقق یا شکارچی بیدار شو. خودت رو به کی میبافی؟ تاییده. محقق خواب. اعضای تیم مافیا بیدار شن. شات. تاییده. اعضای مافیا خواب. شیاد به تنهایی. مرسی. شیاد خواب. کارگاه بابا. مرسی. کارگاه بخوابه. دکتر مرسی. دکتر خواب. بازپرس مرسی. بازپرس خواب. 3 2 1 روز دوستان. در شب گذشته خداحافظی کردیم با دوباره هیچکس. به اکت بازپرس یا توانایی بازپرس 2 دوست در دفاعی هستن. آی شهریار، آی دانیال، شما داخل دفاعی هستید. ببین من میگم که شب اول که کشته نداشتیم روینتن نخورده.
بلکه دکتر سیو داده و احتمال زیاد از اونجایی که من تارگت خیلی فورسی رو آقای یاسین داشتم بای سیوش روی من بوده. این فکت شهروندی منه برای اینکه نخواهیم داخل این بازپرسی منو بدیم بیرون. توی رأی گیری همه به یاسین رأی دادن جز ایشون. آقا من میخوام یه کاری کنیم، یه چیز روال بهتون بگم. داخل رأی گیری این دست میره بیرون، روزش استعلام وضعیت میگیریم ببینیم چندیم. شاید گند زدیم 2 تا شهروند دادیم بیرون، یهو دیدی به استعلام نرسید بردیم، یهو دیدی یه شهروند یه مافیا. به چرخ صحبتی ندارم. آقا من میگم ببین تو که شهروندی، منم که فک شهروندیم، همین الان اومد این خانم من کاور میکنم 3 تا شهروند، خب بین 4 نفر دیگر یکی رو پیدا کنیم. به نظر من که بازپرس بیاد با ادامه بازپرسی و رأیش یه چیزی به ما بفهمونه، یعنی بفهمونه که کجا شک داره و چه کسی هستش میتونه همچین کاری رو انجام بده. از بین این 4 نفر باید یکی بازپرس باشه دیگه. بازپرس رو که در بیاریم بقیه هم در میان. ممنونم. همه زیر ماسک. ببینیم نظر بازپرس چی بود. بازپرس نظرت چیه؟ لایک یا دیسلایک؟ مرسی. بازپرس خواب. 3 2 1 روز دوستان. بفرمایید. سر صحبت خانم سعیده به سمت خانم. یه صحبتی داشتم بچه‌ها راجع به صحبتایی که شما کردین. من اولا بهتون گفتم از اونجایی که آقای یاسین کلا همینجوری صحبت میکنن، برای همین من بهشون اصلا لایک ندادم، چون کلا هر چی باشن حالت فشاری صحبت میکنن. نظر من همین بود، برای همین نظرمو بر نگردوندم و لایک بهش ندادم. ولی الان نظرم روی ساراست، چون هر کی هر چی میگه تایید میکنه. حالا علت این که شما اینجوری میکنین نمیدونم واقعا. من یه فکتی رو به عنوان گرداننده وارد میکنم دوستان. هنوز بچه‌ها اطلاع ندارن یاسین مافیا بوده یا نه، چون کسی درخواست استعلام وضعیت نداد. منم با حرفای دانیال موافقم، اینکه نسبت به سعید شک داره و نسبت به اونور الان میز اونور یکم برام سنگین شده. بین اون 4 نفر یه حس خیلی سنگینی اومده و فعلا از همه سنگین‌تر میز شبنم و فرینوشه. آقا تا الان شهریار که داره با من بازیش میشه، هم مسیریم، کسی مخالفه که ایشون نره، موافقین همتون. خب 2 نفر میافتن بیرون، ما استعلام وضعیت میگیریم، شهر ببینیم عقب یا جلو و سلام. من با آقای دانیال موافقم. به نظرم رأی گیری کنیم، سعید بره بیرون، استلام بگیریم. اگر نبود بعد صحبت همدیگر رو بشنیم، بعد نظرمون رو عوض کنیم. خب اول ببین من داخل بازپرسی یه چیزی گفتم بازپرس لایک بده. خب تعدادتون اشتباه شمردم، 5 تا بود، در اصل یه دونه مرگ می‌خوردیم. اگه تو 4 تا بودیم میتونستیم از طریق رأی مرگ یه نفر رو در بیاریم، مافیا رو در بیاریم. ما اگه بگیریم آقای یاسین مافیا باشه، خانومم یارش، منطق حکم میکنه که اصلا امروز خانوم رو بدیم بیرون. اگر نبود بذار یه آگزی براش بذارم. خب نباید یه هوی بلند بشه بگه خانم سارا مافیاست، مگر اینکه استلام لایکشو داشته باشه، یعنی کارگاه بازی باشه. و یه کاری میکنیم اگه خانم رفت بیرون خون شهروند، خانم سارا رو میدیم بیرون. سعیده سنگینی برام، نمیدونم چرا، ولی اکت مافیا داری. یه چیزی داره اونجا منو اذیت میکنه. خیلی همدیگر رو کاور میکنن. نمیگم حالا مافیا یا شر، ولی قشنگ دارید کاور میکنید. این کاور کردن رو نمیدونم، یا شما میدونید ایشون شهرن یا جفتتون شاید مافیا باشی. ولی میگم نه برای من سفیدی نه برای من سیاه، خاکستری. ولی سعیده رو بریم بیرون. من به سعیده مشکوکم. اول به فرینوش من تارگت زدم ولی الان برمیگردونم. به نظر منم سعیده رو این دور بندازیم بیرون فعلا تا ببینیم چی میشه. همچنان 4 رای بالا 4 رای خروج. از خانم سعیده به سمت خانم سارا شروع میشه. رای گیری برای خانم سعیده 2 یا علی برای یه کافه. ممنونم. فعلا دفاع. رای گیری برای خانم سارا 1 2 رای. دمت دم گرم. 3 تا بود. تو هم بودی؟ آره. 3 رای. رای گیری برای آقای دانیال. رای گیری برای خانم فرینوش. رای گیری برای آقای پاندای خوشحال. خانم شبنم یا علی مرن 4 رای. تا هم دادگاهی مثل این که حال نکردم.
همینجوری الکی. رأی گیری برای چنگیز. 2 دوست در دادگاه هستن، خانم سعیده و خانم شبنم. دفاعیه این 2 دوسته. فقط به خاطر اینکه من به یاسین رأی ندادم شما همتون فکر کردین من مافیام و جز این که بگم اشتباه فکر میکنین حرف دیگه ای ندارم. واقعا چجوری نمیدونم باید خودم رو ثابت کنم. اگه احساس میکنین من مافیام و به من رأی میدید خب اوکی من میرم بیرون. نظر دیگه ای ندارم واقعا. بچه‌ها، دوستان، عزیزان، شما میدونید که نقش من چیه. من به سعیده تارگت زدم، سعیدم به من تارگت زد. من شما رو نمیدونم، گفتم برای من نه سفیدید نه سیاهید، فقط گفتم دارید کاور میکنید همدیگه رو. شما ستا چرا باید به من تارگت بزنید؟ نمیدونم، اگه واقعا میخواین من برم بیرون اوکی من میرم بیرون، من مشکلی ندارم. ممنونم. ولی من از اول گفتم سعیده بره بیرون. ممنونم. 4 رأی باعث خروج بازیکن میشه دوستان. 2 دوست حق رأی به همدیگه رو ندارن. رأی 2 رأی خروج برای خانم سعیده. ادیتور نداریم دیگه. فعلا خداحافظی کردیم. رأی 2 رأی خروج برای خانم شبنم. حال کردم یه دونه رو دوباره کشید زیرت. وصیت کن خانم چی بود سعیده؟ چی بگم وصیت؟ واقعا بچه‌ها واقعا براتون متاسفم، صحبتی ندارم و من کلا نظرم روی سارا بود و هنوزم نظرم روی ساره و هیچ نظری دیگه واقعا ندارم. میشم برم. ممنونم. خداحافظی کنم با خانم سعیده. شب دوستان. ممنونم. محقق به کی بافتن انجام داد؟ صحیحه، بخوابین. اعضای تیم مافیا با هر نقشی. مرسی. خواب شیاد. مرسی شیاد. خواب. کارگاه. مرسی کارگاه. خواب. دکتر. مرسی دکتر. خواب. بازپرس که کار خودشو کرده. 3 2 1 روز دوستان. رأی گیری برای استعلام وضعیت. خیلی ماشاءالله دکتر. رأی میاره از بازی شما 2 مافیا خارج شده. شهروندا برنده این بازی هستن. تبریک میگم دوستان. افتخار میکنم که شهروند و من شهروند ساده بودم. واقعا دممون گرم که این بار برعکس شهر برد. قسمت 1 که مافیا برد، این قسمت امشب شهر برد و حالا برنده بازی برنده یا بهترین بازیکن بازی بچه‌ها. بهترین بازیکن این بازی های شهریاره. بفرمایید های شهریار. از اونجایی که صدم بده که دل سر بشته. اگه این ویدیو بالای 1000 تا لایک بخوره کار هر جوری دوست دارین بگین ویدیو پارت 3 هم خواهیم گذاشت با تعداد بیشتر با سناریوهای بهتر. بای بای. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. ممنونم.